پست کرده و خلاصه برای ما بگو میبخشی یا نمیبخشی. اونجا دیگه دو فامیلی دیگه هم هستن. اگر از این دفعه از لیست خطا خوردی دیگه باز ما نمیتونیم که در لیست چیز کنیم. رحم کن که خداوند سر شما رحم کنه. همین تو سیده و پست کنده و همین تو رو کراس برای ما بگو. سلام علیکم. السلام علیکم. مالک صاحب تبرو جور بخیر بخیر سب شد بخیر است بخیر خوب است ساعتم خوب بخیر خوب است ساعتم خوب بخیر کاکا جان جور بخیر ساعتم خوب بخیر هستی خدای برام مالک صاحب بخیر است خدمت برو خواهش ده عجیب وکیل صاحب در غزوان ده یتیم ده ما مالک صاحب احمد جواد پرودیر منزگاوی تو بندی خسر بالاخره دغه ترازی که چستا دفتر تراغلو دا خسر دی چې زموږ خبره نه منله هغه خسر دی بالاخره مرضی کرد اموسا حالی چطور میکنی کاکا جان حالی یک رخ اومده براتون بخشیدم نصف میشه بخشیدی خب نصف میشه بخشیدم دیگه چی خب نصف میشه ما هم کار دارم دیگه بعد با داماد و دفتر یک چیز بگیرم سپا و پست کنده برام بگو میبخشی یا نمیبخشی در صورت میبخشیم که چیزی که ما ضرورت داریم این از باز ما کشی خیلی پوره کنیم خب مثلا چی؟ یعنی مسائلی که بلد فرد ظرف خب پر شما برات میتونم زرپای شما برات میتونم کالای عروس و داماد ما برش یک جوره نه 3 جوره کالا را برای عروس ما میتونم وسایل آرایش شما برات میتونم از دامادم جنجال دامادم خلاص کلگی بوتا و کلا و واسکات و کالا و کلگی چیزا تا عطر و تا شامپو و تا کلگی چیزا ما که میگم این چیزا رو برات نمی دامادی دیدی تو شور میخوره این مزه خوش میشه این مزهش میاد همین تو شورک میخوره این مزهش میاد خوش میشه این میشه من مثل داماد داریم اما کلگی چیزا رو یک پست کرده و خلاصه برای ما بگو میبخشی یا نمیبخشی. اونجا دیگه دو فامیلی دیگه هم هستن. اگر از این دفعه از لیست خطا خوردی دیگه باز ما نمیتونیم که در لیست چیز کنیم. رحم کن که خداوند سر شما رحم کنه. همین تو سیده و پست کنده و همین تو رو کراس برای ما بگو چی میکنی حالا؟ کمی گپ همی کی زمانت دیگه میکنه چی میکنه کمی همین سوی تو میگی تو سر ما باور بکن ما سر شما باور تو شما سر ما باور بکن سر باور داره برای انشالله عجیب وکیل صاحب چیزی که میگه کاکا انشالله او تو مسئله یک وکیل صاحب که چی میکنی ما هم بخشیدیم وای قربانه اگه نه از پیشت خفه بودم صحیح از پیشت خفه بودم دیگه دفعه ما را جواب داد الا جر کولم گوشترم الا جر کن عجیب وکیل صاحب خیلی پریشان بودیم که کاکا چی خط نه ولد ما باز به این خطا سر میتیم دلم میسوخت ما گفتم که چیز باشه که اگر از این دفعه از لیست خطا خورد اگر از این دفعه لیست خطا خورد دیگه خطا خورد نه وانا کاکا فضل خدا رحم کرد خیلی یعنی این تنها توفیق نیست کاکا فهمیدی؟ بله باز یک توفیق این ببینی تو باش که لنگوته کنداری را بسته کن کنداری بسته کن مرا خیلی هم شیوه کندار خوشم میاد قربانت درا خیلی پریشان بودیم کاکا همین نصف دیگرم خواد بخشید یا نه عجیب وکیل صاحب مگه منم خیر و بنخانه شباد نه بخشید ماشاءالله خوب یک جواب نه والا صحیح شد اینجا کاکا برای ما شست مقبول تا برام بومان اینمی شخص ای کاکا نفس ای کاکا جگر ای کاکا نفس همینجا همین شست مقبول تا برای ما بومان ای کاکا قربانش تو بری بیا داماد عزیز چرا میلرزی باور نداره نه او دفعه خود دیگه ما را زیاد هزار دادی دیگه بخیر با سر بلند باشه خدا یوازی برای ما عزت داده خدا بر شما عزت بده با عزت باشه خدا پاک دیگه وزن در کساس